Success is inevitable with Griffin. به نام خدا. سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به کانال من. توی این ویدیو قصد دارم که گریفین تریدر رو بهتون آموزش بدم که چطور باهاش ترید بزنید. خب بعد از نصب گریفین تریدر اولین صفحه‌ای که باهاش مواجه میشین این صفحه است. توی این صفحه ما قرار چک لیست معاملاتی ورود و خروج از معاملمون رو مشخص کنیم. خب مطمئناً اگه میخواید تبدیل بشی به یک معامله‌گر سودآور، قرار نظم و انضباط داشته باشی، تمرکز داشته باشی و خطاها و تصمیم گیری های اشتباهت رو کاهش بدی. خب مطمئناً اگر تو هر روز چک لیست معاملاتی جلوی چشمت باشه که من توی این بازار چه اتفاقی بیفته که وارد معامله بشم و چه اتفاق و شرایطی پیش بیاد که من از معامله خارج بشم، باعث میشه که تو نظم و انضباط داشته باشی در ورود و خروج معامله و باعث میشه که تو تبدیل بشی به یک معامله‌گر سودآور. خب ما تو اینجا یه تکست داریم، میتونیم چک لیستمون رو بنویسیم و از تکست این چک لیست اوپنمون رو درست کنیم و چک لیست کلوسمون رو درست کنیم. خب من مثال بزنم، یه چک لیست با هم درست کنیم که ببینید چه شرایطی پیش بیاد که من و تو وارد معامله بشیم. برای ساخت چک لیست به صورت مثال، اگه قبلا تریدر باشی و تازه کار نباشی، تازه شروع نکرده باشی تریدو، مطمئنا برای معاملات دیگه چک لیست داره که کی وارد بشم. خب اونو میتونی تو این قسمت یکی یکی بنویسی و اد اوپن چک لیست اوپن رو درست کنی و چک لیست خروج از معاملات. خب و من برای دوستانی که تازه شروع کردن یه نمونه چک لیست درست میکنم تا ببینیم. خب من یه نیو شارت میزنم، کنترل جی رو میزنم، گریدم بره، میام تایم فریم 5 دقیقه اینم میدارم اسکرول رو به این صورت کندلش میکنم. خب میام نویگیتور رو باز میکنم، کنترل ان میزنم و این صفحه باز میشه. تو قسمت اندیکاتورها، تو این قسمت اندیکاتور گریفین رو باز میکنم و گریفین رو خود اندیکاتور گریفین رو میکشم روی چارت به این صورت. خب من یه چک لیست با 3 تا تایید میخوام بزنم. بگم مثال اول اینکه گریفین رو بشکنه، من وارد معامله میشم، اینجا گریفین رو شکسته. دوم اینکه خط روندم بشکنه، مثلا این خط رونده، درسته؟ بعد از اینکه گریفین رو شکست خط روندم بشکنه، این مورد دوممه. و سوم اینکه زیر گریفین یه پترن QM هم تشکیل بده، یه پترن سرشانه یا QM تشکیل بده و من وارد معامله میشم. خب پیدا کردن خط ترند شاید برای خیلی ها سخت باشه و پیدا کردن QM. خب من اینو پاک میکنم. برای پیدا کردن اینکه خط ترند رو شکسته میام گریفین داینامیک رو می‌نویسم. اینجا رو چارت میکشم، گریفین داینامیک رو رو چارت اضافه میکنم. 2 تا خط داره، خط نارنجی، خط آبی. خط نارنجی یعنی خط ترند رو به سمت پایین شکستش، از بالا بیاد به سمت پایین یعنی به پایین شکسته شده. و خط آبی هم یعنی که خط ترند رو به سمت بالا شکسته، یعنی اگه از زیر خط آبی بیاد بالای خط آبی یعنی خط ترند رو به سمت بالا شکسته. خب من مثال میزنم، من اینجا گریفین رو شکسته، میخوام وارد معامله سل بشم. خب تایید میخوام، یا خط ترند هم شکسته شده؟ نه، اینجا شکسته نشده. خب پس نمیزنم.
میام اینجا گریفین رو شکست، خط ترند رو اینجا میشکن. خب پس اینجا من وارد معامله نمیشم، اینجا 2 تا تایید گرفتم، خط گریفینم رو شکسته، خط ترند نارنجیم هم شکست. یعنی من اینجا با 2 تا تایید میتونم وارد معامله بشم. تایید سومم هم میخوام زیر گریفین یک QM این بالا بده که من وارد معامله شم. خب پیدا کردن QM بازم سخته، میتونیم گریفین اسمارت QM رو چارت بکشیم و خیلی راحت QM ها بهمون اضافه میشه. خب پس اینجا نگاه کنیم، من اینجا QM قرمز برام تشکیل داده، یعنی میخواد بریزه داخلشم، من منتظرم یک QM تشکیل بده. اینجا تشکیل میشه QM و اینجا جفتشون، من اینجا وارد معامله میشم، یعنی اینجا وارد معامله سل. خب سل رو میزنم، این پس چک لیست ورود به معامله من اینجا وارد معامله میشم. خب چک لیست خروج از معامله، منتظرم یک QM آبی روی گریفین تشکیل بشه. اینجا یک QM آبی تشکیل شده ولی زیر گریفین تشکیل شده، پس اینجا خارج نمیشم از منتظرم یک QM بالاش. اینجا خارج نمیشم. اینجا هم یک QM تشکیل داده ولی زیر گریفین. میخوام برای معامله سلم یک QM آبی روی گریفین تشکیل، منتظر میمونم اینجا زیر گریفین تشکیل داده. اینجا ببینید یک تو این کنده علامت بذارم، تو این کنده یک گریفین آبی بالای گریفین، یک QM آبی بالای گریفین تشکیل شده، پس من اینجا از معامله خارج میشم. خب پس اونجا وارد شدم و اینجا من تو این کندل، ابتدای کندل، از معامله خارج میشم. به همین راحتی میتونیم یک سیگنال خوب بگیریم. خب پس میام توی چارت گریفین تریدر، من این چک لیست رو اضافه میکنم. خب این چک لیست چطوره؟ خب ما میایم اولیمون این بود که گریفین رو بشکنه. خب میتونیم فارسی هم بچه ها بنویسیم ها، مثلا من بنویسم بریک گریفین. اولیمون باید شکسته گریفین باشه. فارسی هم میتونیم بنویسیم شکست گریفین به این صورت و ادش کنیم. دوستانی که اینجا فارسی تایپ میکنم و علامت سواله، یعنی متاتریدرشون زبان فارسی رو ساپورت نمیکنه. برای اینکه بخوایم زبان فارسی رو ساپورت کنه و راحت بنویسیم فارسی شکست گریفین، میایم توی این قسمت کنترل پنل وارد میشیم، کنترل پنل میشیم، قسمت ریجین واردش میشیم، ادمینستراتیو چنج سیستم لوکال رو میزنیم و اینجا پرشین رو انتخاب کنیم. شما مطمئنا انگلیسی هست، پرشین رو انتخاب میکنیم یا این چک UTF-8 هم میزنیم و اوکی رو میزنیم. اوکی رو که زدیم سیستم رو ریستارت میکنید و دوباره وارد متاتریدر میشین و زبان فارسی رو مثل سیستم که فارسی الان نوشتم و ساپورت میکنه. خب پس اولین چک لیست ما چی بود؟ بریک گریفین، شکست گریفین. خب این اولیش ادش میکنیم اضافه میشه. مورد بعدیمون اگه چک کنیم، پس اول شکست گریفین بود، شکست داینامیک خط
ترند داینامیک. پس می نویسم اینجا بریک ترند داینامیک. ترند داینامیک رو میزنم و اد میکنم. پس این دومین چک لیست اوپن من. سومین مورد که یک QM در جهت برای سل قرمزه، برای بای آبی. یک QM هم تشکیل بده. خب پس من میام سومین مورد این که می نویسم تشکیل QM ادش میکنم. پس این شد چک لیست اوپن من میتونم چند تا دیگه با توجه به چیزی که خودم طبق احساساتم طبق استراتژیم دارم به این اضافه کنم. چند بشه؟ 3 تا نه 4 تا تایید بشه، 5 تا بشه. مثلا یه استرانگ بارم اگه دیدم وارد معامله بشم. خب پس این شد چک لیست ورود ما. برای چک لیست خروجمون این بود که اگه سل زدیم QM بالای گریفین تشکیل بشه، یعنی بالای QM یک بالای گریفین یک QM در جهت تشکیل بشه که ما اینجا خارج شدیم از معامله. خب پس میام اینجا می نویسم برای خروج اگر سل بود معامله من یه دونه پترن QM پر بالای گریفین به من بده. فاصله میدم و اگه بای بود یه پترن QM برعکسش آندر زیر گریفین بهم بده. گریفین خب ادش میکنم به چک لیست کلوز. به این صورت یه دکمه باتوم اضاف شد به نام لسکو دشار. خب بزنم میرم وارد چارت میشم. یک کلر چک لیستم وجود داره که اگه بزنم تمام چک لیست رو پاک میکنه و میتونم دوباره اد کنم. خب این یه مورد. یه موردی هم هست که قشنگ مشخصات چک لیست رو به همون روزانه بهمون نشون میده که این چک لیست دیروز مثلا چند روز داری ازش استفاده میکنی، وین ریتش چنده، اوردرهای موفق چنده، اوردرهای شکست خورده چقدره، اوردرهایی که حذفشون کردی چند تا بوده، مبلغ سودت چقدره و درصد سود. با این کار میتونید قشنگ چک لیست تا همیشه زیر نظرت بگیری، ببینی توی یک هفته توی یک ماهی که داری ازش استفاده میکنی آیا موفق هست، موفق نیست. اگه موفقه پس ادامه میدم کارو، اگه خوب نیست برایندش مثبت نیست خب حذف میکنی و یه چک لیست دیگه برای خودت درست میکنی. خب من با این چک لیست اسکوینده چارت رو میزنم و وارد چارت میشم. اگه ببینین این قسمت پایین سمت چپ نوشته چک لیست، روش که کلیک کنم باز بشه رو دو قرمز یه چک لیست اوپن دارم، روش کلیک کنم این ستای منو میاره. چک لیست کلوز روش کلیک کنم چک لیست کلوز هم. خیلی راحت اگه چک لیستمو روش کلیک میکنم و تایید میکنم که بله این شکسته شد، این تایید شد، اینم تایید. قشنگ جلوی چشممه چک لیست دیگه. همیشه باید این تاییدا رو بزنم که بتونم ترید باز کنم. چک لیست خروجم هم اوکی بود تا فشار بدم تایید بشه معامله رو همون لحظه میبند. به این صورت میتونیم چک لیست رو درست کنیم و شروع به معامله با گریفین تریدر. دوستان عزیز لایک، سابسکرایب و زنگوله رو یادتون نره. ممنون. یکی دیگه از مواردی که تو رو به یک معامله‌گر سودآور نزدیک‌تر میکنه توی بازار فارکس یا هر بازار دیگه‌ای داشتن ابزارها و اندیکاتورهای حرفه‌ایه که بهت کمک کنه با دقت بیشتری بازار رو ببینی و تحلیل کنی و تصمیمات بهتری
با خطا و ریسک کمتر برای ورود به معاملات و خروج از معاملات داشته باشی. در نتیجه باعث میشه که تو به سود آوری بهتری برسی و اهداف مالی تو راحت تر چک بزنی. خب این کار باعث میشه که تو یک چک لیست حرفه‌ای تر برای خودت بسازی با وین ریت بالا. اینجا گریفین قسمت پایین سمت چپ گریفین تولز رو داره که لیستی از اندیکاتورها و ابزارهای حرفه‌ای رو در اختیار تو میذاره. خب قسمت گریفین تولز رو من باز میکنم، یه لیستی از ابزارها و اندیکاتورهای حرفه‌ای که من نوشتم و نمایش میده که من یکی یکی یه توضیح کوچیک براتون میدم. کلیر لیست داره که میتونیم حذف کنیم اندیکاتوری که گذاشتیم و کم بذارین من رنگ صفحه رو مشکی کنم که دیدش بهتر بشه. خب اولی اندیکاتور گریفین هست که من وارد چارتش میکنم، اساس نقاط کلیدی فیبوناچی حرکت بازار رو تشخیص میده. بعدی گریفین سایکل هست، تغییر حرکت و تغییر روند گریفین رو بهمون نشون میده. مورد بعدی گریفین بوم هست، نقاط سوینگ و نقاط انفجار بازار رو بهمون نشون میده. مورد بعدی گریفین اینفلوکس آف پیپل هست، هجوم افراد به مارکت رو نشون میده به این صورت. بعدی گریفین بار هست، یه بار مخصوص گریفین هست که قدرت کندل و قدرت سایه و بدنه رو بهمون نشون میده. بعدی گریفین پاور بار هست که قدرت روند بر اساس یک کندله نشون میده، قدرت روند و قدرت نقطه ای از روند رو بهمون نشون میده که سایه و بدنه و قدرت اون نقطه رو بهمون نشون میده. مورد بعدی گریفین رنج هست، رنج بازار رو بهمون نشون میده و خروج از رنج رو بهمون نشون میده. بعدی گریفین استابلاس و اس ال هست که میتونیم اس ال های کوچیکی رو داشته باشیم، برای این اساس استابلاس هامون رو قرار بدیم، حد ضررمون با این ست کنیم. مورد بعدی گریفین اسمارت هست، حرکت بازار رو بهمون نشون میده به چه صورت هست. بعدی گریفین اسمارت سایکل هست، 3 تا سایکل بازار اسمال میدل و پریمری رو نشون میده، سایکل کوچک و متوسط و بزرگ بازار رو بهمون نشون میده که در چه حالت هستیم. مورد بعدی گریفین استاتیک هست که خطوط مقاومت و ساپورت رو بهمون نشون میده، رزیستنس ساپورت هست، حمایت و تعداد تاچ های اون نقطه رو بهمون نشون میده و لیکویدیتی که مقدار پولی که اونجا انباش شده رو بهمون نشون میده. و مورد بعدی گریفین داینامیک هست که خطوط روند رو بهمون نشون میده و مقاومت های داینامیک و شکست اونها رو برامون بهمون نشون میده. بعدی گریفین نکست موو هست، حرکت بعدی بازار رو بهمون نشون میده و عمق بازار تا چه جایی میتونه بازار حرکت کنه رو بهمون نشون میده. مورد بعدی گریفین استابلاس، گریفین اسمارت استابلاس هست
استاپ لاس های بزرگتری رو بهمون نشون میده. میتونیم استاپ لاس هامون هم بر اساس این انتخاب کنیم. حد ضرر ها، حد سود هامون هم میتونیم بر اساس گریفین نکست موو انتخاب کنیم. میتونیم حد سود هامون رو 3 تا حد سود براش بذاریم. با این اندیکاتور میتونیم تی پی هامون رو بذاریم. بعدی گریفین فیجی هست، فیر ولیو گپ ها و حرکت های شدید بازار هست و اینکه بازار دوست داره این گپ ها رو دوباره پر کنه. مورد بعدی گریفین QM هست، پترن QM و سرشانه رو بهمون نشون میده که میتونیم تو استراتژی همون و چک لیستمون ازشون استفاده کنیم. مورد بعدی سشن هست، سشن های بازار رو بهمون نشون میده و میتونیم ست کنیم، تنظیم کنیم و سشن نیوز رو میتونیم تنظیم کنیم به این صورت که در چه تایمی از بازار الان قرار داریم. و یه سشن طبق تجربهم برای بازار گلد، قسمتی که پولای هوشمند وارد میشه رو من جدا کردم به نام Important XIUSD یا همون طلا هست، بهمون نشون میده. آخرین مورد Remaining Time هست، تایم باقی مانده از کندل رو بهمون نشون میده که چقدر دیگه مونده از کندل تموم بشه. و آخرین مورد هم گریفین سیگنال هست که قراره به صورت هوشمند، من اینو هنوز کامل نیست، به صورت هوشمندش کنم که شما مثلا چند تا اندیکاتور اضافه کنین و بگین اگه این اتفاق افتاد برای من یه سیگنال بگیر، تو دیتاش ذخیره کنه و بتونیم تو قسمت اوتو تریدینگ این گریفین سیگنال رو که بزنیم خودش به صورت اتوماتیک وارد معامله بشه، خودش همه کار رو خودش انجام بده و یک ربات تریدر هوشمند و هوشمند بشه. خب اینو من در ادامه ویدیو ها سیگنال میگیریم، چک لیست های مختلفی رو بررسی میکنیم، مرور زمان اینو اضافهش میکنیم. بعد قسمت اوتو تریدینگ یک کپی گروپ هم هست که اینا هنوز فعال نشده. گروه اگه راه اندازی بشه میتونیم از گروه کپی بگیریم و خودش وارد ترید بشه. یکی از موارد دیگه که تو رو تبدیل به معامله‌گر سودآور میکنه داشتن مدیریت سرمایه است، اینکه خودتو در بازار نگه داری و پولتو یک جا یک تو یک روز از دست ندی و کال مارجین نشی. یه مثال میزنم، اگه تو مدیریت سرمایه داشته باشی، من ماشین اسکو بازش کنم، به فرض مثال $500 داری، تقریبا حداقل پولیه که تو فارکس باید بذاری. $500 داری. اگه من مدیریت سرمایه داشته باشم، مثلا روزی بگم 5% نهایت ضرر کنم، ببینیم تو چند روز، تو یک ماه چقدر نهایت از پولمون کم میشه. خب یک روز باز دوباره منهای 5%، این روز دوم هست، منهای 5%، روز سوم منهای 5%، روز چهارم یک منهای 5%، روز پنجم یک هفته معاملاتی منهای 5%، روز ششم منهای 5%، روز هفتم منهای 5%، روز هشتم منهای 5%، روز نهم منهای 5%، روز دهم. این طی 2 هفته معاملاتی من.
اگه هر روز در ضرر باشم و مدیریت سرمایه‌مو درست انجام بدم که گریفین این کارو برای ما انجام میده. روز 11 تا 20 چقدر میشه؟ منهای 5% روز 12 5%، اینم روز 13 های 5%، روز 14 منهای 5%، روز 15 منهای 5%، روز 16 منهای 5%، روز 17 منهای 5%، روز 18 منهای 5%، روز 19 منهای 5%، روز 20. ما طی یک ماه معامله و هر روز اگه ضرر کنیم 1 ماه طول میکشه تا ما تقریبا ببینید چند درصد از پولمون برامون میمونه. دفتر 100 تقسیم بر 500 که از اول 35% پولمون بازم میمونه و تو بازار هستیم. اگه 20 روز معاملاتی هر روز ضرر باشیم که خب خیلی احتمالش خیلی کمه که ما 20 روز پشت سر هم ضرر داشته باشیم، پس باعث ماندگاری ما در بازار میشه و تبدیل میشیم به یه تریدر منظم که توی یک روز همه پولمون رو از دست نمیدیم. پس اهمیت بالایی داره که مدیریت سرمایه داشته باشیم و کار خیلی سختیه، چون زمانی که ضرر میکنه آدم دوست داره سریع جبران کنه. اینجور مسائل رو گریفین جلو میگیره و مدیریت سرمایه‌مون رو به نحو احسن انجام میده. خب اگه اکانت استاتیوس رو باز کنیم، قسمت گوشه سمت چپ بالا رو به طریقه مدیریت سرمایه رو من گریفین براتون توضیح بدم. اکانت استاتیوس کاملا مشخصه، نام حسابت هست، یوزیبل مقدار پولی که تو امروز میتونی استفاده کنی و این دیگه نهایت پولیه که امروز قادر هستی ازش استفاده کنی و اگه از این بیشتر بشه اجازه ترید باز کردن نداری. اگه کمتر از این باشه دیگه کلا گریفین متا تریدر رو میبنده و اجازه باز کردن به متا تریدر نمیده و تو باید بری فردا بیای ترید. پس یوزیبل نهایت پولیه که تو امروز میتونی استفاده کنی، اگه سود کنی که به این مبلغ اضافه میشه و میتونی تریدهای بیشتری بزنی. یه ضررش از این مبلغ کمتر میشه. یوزت مبلغیه که در حال استفاده است، تریدهای باز تو هست یا تریدهایی که استاپ گذاشتی، مقدار مصرف شده است، مقدار مصرف شده پولت هست. گزینه نو مقدار درصد سود و ضرر تو تریدها و معاملات بازت رو در لحظه نشون میده و گزینه دی مبلغ سود و ضرر کل روزت رو بهت نشون میده. بعدی وین ریت هست که درصد سود و ضرر تو، وین ریت معاملات سودت نسبت به معاملات ضررت رو نشون میده که چند درصد از تریدات مثبت یا منفی. گزینه بعدی هم اسپرد هست که اسپرد بازار رو نشون میده، فاصله بین مبلغ خرید و مبلغ فروش رو بهمون نشون میده، میشه اسپرد. و که ما تو ابتدای گریفین میتونیم اینو فیلترش کنیم و بگیم اگر اسپرد از این مبلغ بیشتر شد برای ما ترید باز نکن. وقتی سبزه یعنی اوکیه، وقتی زرد میشه یعنی اسپرد خیلی بالاست. که خواسته باشیم
تنظیمش کنیم کافیه رو این قسمت ایموجی که لبخنده دوبار کلیک بزنیم و قسمت اینپوت رو بیاریم، سربرگ اینپوت و ماکسیموم ترید رو اینجا فیلترش کنیم. به این صورت قسمت مدیریت سرمایه رو گریفین برای ما انجام میده. خب روش باز کردن ترید با گریفین به این صورت هست که ما اوپن ترید رو میزنیم، یه لیست باز میشه. تو این لیسته که باز میشه ما چند تا دکمه داریم: set open، set sl. set open یعنی ست کردن محل باز کردن معاملمون، set sl مشخص کردن حد ضررمون، set tp set tp داریم مشخص کردن حد سودمون. خب به چه صورت هست؟ ما ابتدا باید اینا رو به ترتیب بعد انجام بدیم. اول set open رو میزنیم، روی چارت یه خط آبی میندازه. بذار من رنگو مشکی کنم تا قشنگ دیده بشه تو ویدیو. خب ست اوپن رو میزنم، یه خط آبی تشکیل میشه به نام اوپن. میتونم اینو کلیک موس رو نگه دارم و درگش کنم بالا پایین. بگم اینجا میخوام بازش کنم، بازار بیاد به اینجا باز بشه من معامله. بعدی زیر ست اوپن یه اوپ پرایس باز میشه. اگه فاصله داشته باشه ست اوپن از بازار، برای ما اوردر لیمیت و استاپ باز میکنه. ما چند نوع اوردر داریم. یکی اوردر در لحظه باز میشه اینستنس، یکی اوردر در بازه بعدی استاپ و بازه قبلی باز بشه لیمیت. به این صورت هست میتونیم اگه فاصله دار باشه که لیمیت یا استاپ باز میکنه. که تفاوت لیمیت و استاپ براتون توضیح میدم. ببینید الان من میخوام اینجا بای باز کنم. خب اگه SL رو اینجا بریم SL رو اینجا میذارم میشه بای، چون بازار بالاتر از محل بای منه این میشه لیمیت. حالا اگر اوپن من ست اوپن بزنم بالاتر از بازار باشه، میخوایم بای باز کنیم، این میشه استاپ. برای سل هم برعکس. خب و اگر در لحظه باز بشه که من اوپ پرایس رو بزنم میچسبه با بازار، با بازار پایین بالا میره، این هم میشه این اینستنس در لحظه باز شده. به این صورت هست. خب من یه نمونه بریم. ست اوپن رو من مثلا اینجا ست میکنم، پرایس رو پس میکنم که بازار نچسبه. اینجا اوپن میزنم. پس استاپ لاس هم حد ضررم هم این پایین میذارم. تی پی هم حداقل باید R/R2 باشه، اینجا میذارم. تی پی 2 هم بالاتر، دو تا بالاتر میذاره و تی پی 3 هم بالاتر که میتونیم اینا جا بجا کنیم. خب بعد اینکه اینا رو ست کردی، اینجا که جای خالی هست من بای میخوام، یک کلید بای اینجا تشکیل میشه و میتونی وارد معامله بشی. ولی یه ارور اینجا داریم نوشته چک لیست is not true. چک لیست من درست نیست. خب من چک لیستمو نگاه کنم، چک لیست اوپنمو اینا من هیچی تایید ندادم. باید دلیل ورودت رو مشخص کنی. آیا طبق چک لیستت اوکیه میخوای وارد معامله بشی؟ اگه من این ستا رو کلیک بکنم تایید بشه، اینجا نگاه کنید یه بای باز شد. میتونم با فشردن این کلید اسپرد نگاه کن های شد تو اکانت، اسپرد هی زیاد میشه.
بایو میتونم بزنم، اسپرد های بزنیم، اسپرد پایین بیاد. من این بایو که کلیک کنم یه معامله برای من با ست کردن حد ضررم و حد سودم توی TP3 معاملم رو باز کرده، به صورت لیمیت هم هست. کجا بفهم لیمیت فورگت رو صورت اینجا بای لیمیت بیاد بازار بهش بخوره بره بالا، ما وارد سود میشه. این صورت میتونیم معاملاتمون رو ست کنیم تو گریفین. و موردی هم هست یه اوپن لیمیت برای ما باز کرده، تا 10 دقیقه دیگه من نمیتونم معامله دیگه باز کنم، یعنی باید این زمان تموم بشه من وارد معامله دوم بشم. اگه میخوام معامله دیگه باز کنم، این معامله رو میتونم دیلیتش کنم، حذفش کنم و دوباره معامله دیگه ای ست کنم، یا اینکه این زمان 10 دقیقه تموم بشه و من هنوز پول توی زیبلم دارم، میتونم یک معامله دیگه هم بالاتر مثلا ست کنم. این زمان باعث میشه که ما دقیق تر تحلیل کنیم زمان تحلیلمونه و معامله بعدیمون رو ست کنیم. خب اینجا منیجمنتش باز شده که میتونی این ترید رو مدیریتش کنی یا دیلیتش کنی. اگه ترید باز بشه چند تا دکمه برای مدیریت اینجا ایجاد میشه که میتونیم مدیریت کنیم. حالا بذار من اینو دیلیت هم بزنم، حذفش کنم. تا حذف شد میتونم یه معامله در لحظه باز کنم، پرایس رو میزنم، بعد حد ضررم رو اینجا میزنم، TP ما همون TP دار با 2 میذارم، TP 3 2 و 3 هم خودش ست کنه. چک لیستم رو بالفرض مثال فکر کنیم چک لیستمون اوکیه، نشه تون نزنیم، حتما تایید بگیریم، خودتون رو گول نزنیم. خب من مثال بایو میزنم، معامله من در لحظه باز میشه و این برای قسمت برای منیجمنت و مدیریت معامله من باز میشه. یک ترید باز شده با این کد منفی 28 صدم دلار در ضرر منفی آر به آر منفی 1/10. اگه بره بالا خب آر به آر مطمئناً بیازن. به این صورت میتونم مدیریتش کنم ترید. اما خب کلیک باتم هایی که کلیک هایی که اینجا هست و من یه توضیح میدم. کلوز آل یعنی بستن تمام معاملاتم به صورت کلوز 1/2 یعنی نصف این معامله رو میبنده. اینجا مثلا من 0.3 دارم، 0.03 دارم، نصفش رو میبنده، 0.2 رو نصف لاتم رو میبنده. TP1 TP2 TP3 من موقعی که این معامله رو ست کردم 3 تا TP گذاشتم. الان TP من حد سود من تو TP3 سته، میتونم بگم بیاد تو حد سودم میاد، میتونم بگم بیاد تو TP1. این صورت میتونم حد سودم رو جابجا کنم. کلیک درگش هم میتونیم بکنیم به این صورت، با دستی به صورت دستی هم میتونیم تکونش بدیم، ولی نمیتونیم حذفش کنیم. بکنیم کلیک راست کردم کنسل TP، کنسلش که بکنم کنسل میشه، TP کنسل شد، میتونی TP تو برداری نداشته باشی به این صورت. خب بعدی SL آل زیرو میاد، رفته تو سود، من پشت سرش سریع SL هم یه جایی بذارم، اگه بازار برگشت ضرر نکنم، زیرو میکنه. SLZ یعنی زیرو کردن، یعنی SL حد ضرر رو تو جایی میذاره که اگه بازار برگشت من نه ضرر نکنم. کل اگه چند تا معامله داشته باشه کل رو با هم جمع میکنه، یه جایی میذاره که هیچ کدومش ضرر نکنه. اینم به صورت تفکیک شده SL01 هست، هر کدومی رو
توی یک جای نقطه صفر خودشون میذاره. SL بک هست، کندل قبلی های یا لاو کندل قبلی میذاره. مثلا اینجا من بخوام SL بک بزنم میاد زیر کندل قبلی، زیر لاو کندل قبلی میزنه. ببینید فشار میدم SL هم میاد زیر کندل قبلی. حالا میارمش سر جاش. و مشکلی که تریدرها دارن SL رو جابجا میکنن برای اینکه احساسات رو نمیتونن کنترل کنن. SL رو در جهت خلاق که ریسک، مثلا بازار اومده میخواد SL رو بزنه، سریع میاد SL رو میاره این پایین که مثلا خب این یعنی افزایش ریسک، یعنی اینکه تو احساسات رو نتونستی کنترل بکنی. اینجاست گریفین دیگه اجازه نمیده تو SL تو در جهت افزایش ریسک جابجا کنی. ببینید من جابجا میکنم میبردش سرش، ولی در جهت اینکه ریسکم رو کم کنم میتونم SL رو جابجا کنم. ببین اینجا رو الان 5 ماه 64 دلار توی زیبلم دارم. اگه بیام ریسکم رو اینجا بیارم این مبلغ زیاد میشه، چون من این مبلغ یعنی در واقع سود کردم، کنم ضررم کمتره. در واقع ضرر کمتر یعنی سود کردن به معامله. به این صورت میتونم SL هم با اینا جا. یه اوتو SL داره که یه اوتو SL رو بزنید طبق حرکت بازار به سمت TP2 و TP3 خودش SL رو به صورت اتوماتیک اگه فشار بدیم خودش با حرکت بازار خودش SL رو جابجا میکنه و توی یک نقطه مطمئن میذاره. به این صورت ما میتونیم مدیریت کنیم. و هر مورد بعدی، هر ترید یک کلوس یک دوم و کلوس داره که میتونیم تک تک هم این معاملاتی که باز کردیم اینجا لیست میشن، یکی یکی هم میتونیم کلوسشون کنیم یا نصفشون رو ببندیم. به این صورت بحث باز کردن و چگونگی ترید باز کردن توی گریفین هست. موردی که ببینم اسل رو اگه کلوسش کنم آیا دوباره بله. ببینید ما TP رو من اینجا حذف کردم. TP مشکل نیست، حذف بشه اشکال نداره، تو حد سود مشکل نداره. اون های بیشتر بره میتونی کلوسش کنی. ولی SL نه، SL نقطه ایه که تو مدیریت سرمایت باید انجام بشه، نقطه که تو احساساتت ممکنه تو رو گول بزنه. SL جابجا کردن SL توی گریفین امکان پذیر نیست یا حذف کردن. حذفش کنی دوباره میذارتش سر جاش و این باعث میشه تو تبدیل به یک معامله‌گر منضبط بشی و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنی. ضرر کوچیک رو دوستان میشه جبران کرد ولی ضرر بزرگ رو سخت جبران کردن. توضیح دیگه‌ای برای باز کردن نمیمونه. یه توضیحاتی درباره مدیریت احساسات و چگونگی مدیریت کردن احساسات توسط گریفین رو براتون توضیح بدم و ویدیو تموم میشه. دوستان عزیز، یه 7-8 موردی هست که احساسات ما رو تو ترید به چالش میکشه و من اینا رو اومدم با گریفین سعی کردم کنترلشون کنه و مدیریتشون کنه که ما وارد ضررهای بزرگ نشیم. تیتروار میگم بعدم توضیح میدم که چطور گریفین جلوشون رو میگیره. اولین مورد ترید باز کردن به صورت دستی، یعنی بدون دست به صورت دستی باز میکنیم لاتو بدون محاسبه ریسک افزایش میدیم کاهش میدیم بدون هیچ دلیلی همینجور لاتو بالا پایین. دومین مورد تعداد زیاد باز کردن معامله در یک لحظه است. یهو 2-3 تا معامله همزمان باز می‌کنیم توی یک لحظه، توی یک نقطه معاملاتی، توی یک تحلیل. سومین مورد حد ضررمون رو موقعی باز میکنیم به صورت دستی حد ضرر و حد سودمون رو ست نمیکنیم، فقط اوپن میزنیم. کار ممکنه اصلا یهو برگرده بازار یک ضرر بزرگ کنه.
باید در لحظه حد ضرر و حد سود موقع باز کردن معامله ست بشه. سومین چهارمین مورد جابجا کردن حد ضرر در جهت خلاف است. یعنی ریسک تو میخوای اضافه، بازار میخواد بیاد به حد ضررت بخوره، یهو میبریش پایین‌تر این باعث میشه که تو ضررهای بزرگی بکنی. مورد بعدی باز کردن معامله با ریسک و ریوارد کوچیک‌تر از دو. خب این اشتباهه. بعد حداقل یک معامله ریسک به ریوارد 2 رو داشته باشه، یعنی معامله 1-2 باشه، یعنی یه ضرر میکنید 2 تا سود، حداقل اگه سود گرفتید 2 تا سود بگیری، یعنی تا بتونه 2 تا از ضررهای قبلی تو جبران کنه. مورد بعدی بدون توجه به چک لیست معاملاتی وارد معامله میشیم. همینجوری یه جایی رو میبینیم تو ذهنمون، میگیم چه جای خوبیه، چک لیستمون رو نگاه نمی‌کنیم، توجه نمی‌کنیم و وارد معامله میشیم. مورد بعدی هم تبدیل سود به ضرر. معامله رو باز کردیم، رفته تو سود، میدونیم بازار دیگه کشش نداره، نمیتونه بره بالاتر، مثلا سود بیشتری بهمون بده، میدونیم فریز شدیم، توقع داریم از بازار که سود خیلی بیشتری بهمون، یعنی توجه نمی کنیم به چک لیست خروجمون. چک لیست خروجمون بهمون میگه بابا بازار میخواد بریزه و نمیبندیم، باید ببندیم. و آخرین موردم زمان زیاد نشستم پشت چارت. از لحاظ علمی بیش از 40 دقیقه نشستم باید یه استراحت به مغزت بدی. یعنی 40 دقیقه شما مغزت اوکی سرحاله، بعد 40 دقیقه میفته رو استندبای دیگه. هوشیاری همیشگی رو نداره، هوشیاری اول رو نداره، که اینم بحثی این تمام مواردی هست که باعث چالش کشیدن ترید ما میشه و باعث ضرر ما میشه. خب که من یکی یکی توضیح میدم که گریفین چطور اینا رو یکی یکی برامون رفت. اولین گفتم که ترید باز کردم به صورت دستی. توجه کنید اینجا نیو اوردر یا F9 هست که اگه من باز کنم یه صفحه باز میشه که ترید به صورت دستی باز میشه و میبینین که تا فشار میدم این نیو اوردر رو، صفحه که باز میشه بسته میشه. اینجوری جلو باز کردن ترید دستی رو گریفین از ما میگیره. مورد بعدی باز کردن چند تا ترید همزمان در لحظه است. یعنی یه دقیقه هم نگذشته سریع دومی رو باز میکنی، سومی رو باز میکنی، که اینجا گریفین تریدر برای ما فیلتر کرده. توجه کنی من یه قابل اینجا باز میکنم، تیپی 2 تیپی 3 و استاپ هم پایین. خب چک لیست هم تایید میکنم اینجا، چک لیست اوپن هم مثال اینجا رو دقت کنیم بچه ها، چک لیستتون واقعا تایید بشه، این کلیدا رو بزن. خب من وارد معامله میشم. ببین اینجا یه لیمیت اوپن میزن، من 9-10 دقیقه تا 10 دقیقه نمیتونم وارد معامله بشم، یعنی یک زمانی رو برای من محدود میکنه و اجازه نمیده که من وارد معامله چندین معامله همزمان باز کنم. اینم جلو احساساتمون رو میگیره. و بعدی اینکه مشخص نکردن حد سود و ضرر، یعنی موقعی که دستی باز میکنی یهو فقط میزنی اوپن میزنی بدونی SLت کجاست، حد ضررت کجاست، حد سودت کجاست. اینم باعث به چالش کشیدن ترید تو در بلند مدت میشه. اتفاق یک بار میفته، ناگهان بازار ریزش میکنه و به عوض که مثلا ریسک محدود تو مثلا 1%، 2%، 5%، یا 20% ضرر. و این اشتباه رو تو گریفین تو باید یکی یکی که میزنی باید ست کنی، دیلت میکنم. موقعی میخوای اوپن کنی باید قشنگ به ترتیب، بچه این 9 دقیقه
به ترتیب باید این کلیدهای اوپن ست SL ست TP رو بزنید تا بهت اجازه باز شدن ترید بده. و میریم مورد بعدی، جابجا کردن حد ضرر در خلاف. یعنی حد ضرر رو بازار داره میاد به حد ضررش بخوره، یهو حد ضرر رو از اینجا اینجوری میکشه پایین تا نخوره. گریفین میبینی که اینجا اجازه نمیده حد ضرر باعث افزایش ریسک بشه و سریع برش میگردونه. و مورد بعدی هم که بازگردن معامله با ریسک به ریوارد کمتر از دوی. خب این هم گریفین جلوش رو میگیره و موقعی که باز میکنی TP رو میذاری، حداقل TP رو آربار 2 میذاره. بذار من این کلوز کنم ببندم. بزنم ببین پای بزنی ست اوپن همینجا باشه، ست TP. نگاه کنید TP رو ببین، من آربار کمتر از 2 نمیتونم ست کنم، باید حداقل یه آربار 2 باشه. به این صورت جلو اینم میگیره. مورد بعدی تبدیل سود به ضرره. با توجه به اینکه میدونیم بازار میخواد برگرده، چک لیست کلوسمون رو چک نمی کنیم. میدونیم که این چک لیستمون الان شرایطش برقراره، اینو فشار نمیدیم که بسته بشه معاملمون. تبدیل سودمون رو تبدیل به ضرر. و آخرین موردم که زیاد پشت چارت میشینیم، ببینید اینجا یه ریمینینگ تایم هست. موقعی که باز میکنید 40 دقیقه فرصت دارید شما ترید بزنید. بعد 40 دقیقه نگاه کنید 16 و 15 داره زمان کم میشه. بعدش این 40 دقیقه صفحه قفل میشه، 15 دقیقه صفحه بسته میشه و شما اجازه ترید کردن ندارین. باید بری استراحت کن. ببین بسته 15 دقیقه باید استراحت. من اینجا نمیتونم حتی یه ارز دیگه بگه بگیرم یه ارز دیگه رو بده، یه ارز دیگه هم بزنم بازم همین سفر رو میره. اجازه نمیده. یعنی این زمان باید زمان استراحت شما باشه. اینجوری تمام احساسات ما رو تحت کنترل خودش میگیره و ما رو تبدیل به یک معامله‌گر منظم منضبط کنه. دوستان عزیز، ویدیو خیلی طولانی شد ولی تمام نکات رو سعی کردم توی این ویدیو بهتون بگم. مرور کنین، چندین بار این ویدیو رو نگاه کنید تا طریقه ترید با گریفین تریدر رو تو دستتون بیاد و ازش استفاده کنین. جلو خیلی از ضررهاتون رو میگیره و شما رو تبدیل به یک معامله‌گر سودآور کنه. لایک، سابسکرایب و زنگوله رو بزنین، از من حمایت کنین. تجربه 10 سالمو دارم به صورت رایگان براتون میذارم. یک کوچولو لایک و سابسکرایب و اینا رو بزنین تا منم بتونم پر انرژی تر برم جو. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.